میره گلی پژمرده دیدم لگت مال است و مینالت میمانی زمانه زمی کاکل بودم اکنون جوانی و جوانی و جوانی دوستان عزیز این اسماعیل از من شیرین‌تر و بالاتر و پر از محبت‌تر هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان باور کنید که هممون دوستش می‌داریم استاد ارجمند استاد هنرمندان امین کشور استاد افضل شاه شادیا استاد خواهش میکنم یک لحظه روی صحنه بیایید قربان شما عزیزان این کاکروبیا را بسته میکنم به خاطر استاد ارجمند ارجمند هستم قربان شما همیشه سربلند باشید موفق باشید صدای شما هرگز خستگی را نبینم ولی استاد ارجمند من بسیار همین لحظه زیخ شدم به خاطر اینکه در چشم‌های شما عینک دیدم ای کاش همین دوستان عزیز ای کاش همین عینک به خاطر همین روشنی باشد نه به خاطر اونه که چشم‌های شما خیره شده باشد قربان شما گوهر صنعت تاجیک است دوستان عزیز باور کنید ماهی است که همیشه مردم اگر ماهی از همه چیزی پاک باشد ما برای خوردنش تلاش کنیم پس واقعا نفری است که همه میخواهد صداش گوش کنند قربان شما از این کس دعا گرفتم باور کنید خیر است عزیزان دل بزرگترین مکان را زیارت کرد از خانه خدا حاجی افضل شاه شادی یافت همه این کنسرت‌ها با دستور همین هنرمند واقعا عزیز دل‌های ملت تاجیک میشود پاک قدم‌های شما شیخ استاد ارجمند سلام علیکم مادران و خواهران برادران و پدران دوستان مهربان در حقیقت امروز یک روز بهترین است که در کلمیناسیای بهار قرار داریم بهار یک موسمی است یک فصلی است که فصل سرود است فصل محبت است فصل زیبایی است فصلی که مادرای عزیز ما خوشبختیشان احساس میکنند و همه هنرمندای فیلارمونی دولتی تاجیکستان تصمیم گرفتن که همین کنسرت‌های پیهان تا 20 سالگی عید وحدت ملی ما بعداً عید استقلالیت ما من پیش به عید غلبه سال جوان‌ها بختیار جان در درون شاگردای من یگانه خصوصیت اهم و بهترینش اینه که این آدم دلی آب است دل تیز می‌یابد و برای همین هم من امروز تالار پر است تماشاگرای عزیز است و من بچگی به یک 40 سال پیش اگر کوهرود می‌رفتیم بابای مرادبک رو می‌دیدیم بیبی عایشه می‌دیدیم دیگر عزیزایی که در آنجا بودن اونها می‌دیدیم با استاد عبدالله بیگ مرادوف زنده‌یار و اکای بزرگ ما پدرم استاد جلال بیگ مرادوف و البته که جوان‌ها اونجا آرزو می‌کردن که من حافظ شوم سر کرده از خرسند مراد من قابل جان من دیگراشون همشون ما کم کشیده آوردیم میگه بختیار خودش آمده زده برآمد کشیدن در کار نبودیم در حقیقت به پدر و مادر تشکر خیلی فرزند تربیت کردن بسیار بچه با آداب است یکی از شاگردایی که من بسیار احترام میکنم حجتاش امروز از نظر همین راهبرا گذراندیم کشیدیم که همین اگر توصیه تولک از دست پیشوای عزیزی ملت ما از دست پدری ملت ما استادیم همه مردم اصیل و عزیزی تاجیک هستند که ما دوست می‌داریم پرزیدنت برای پرزیدنت عزیز ما یک قرصاز احترام در حقیقت این تاجیکستان آباد شد پیش رفت دوشنبه شهر ما چقدر امروز زیبا است و خود همین فیلارمونی اگر بیروناش برویتون اگر من 3000 تا گل شنوندم که همه جا گلزار شود ارچه شنوندم درخت شنوندم لیکن حافظ شنونده نمیشه حافظ خدا میتید برای ما
خدا اگر حافظه ندهد حافظه ساخته نمیشه. یعنی برای بختیار جان و گفتی اما بابای کلام ما بابای رودکی جز این دعا نگویم که رودکی گفته است 1000 سال بیزی 100,000 سال بیزی. Pasada böyle istiyor. Bana da pasa. Hani diyorgama usta bakıyor. Usta da bakıyor diyor işte. دیدم نام فرز باری کبوتر دستی مادرم باری زبانی بر روی نام زده هر باره میگفت جوانی با جوانی با جوانی جوانی گرچه در هر کاری خیره و مثل پندی سردی جاویدانی ولی آن کیست که هرگاه نگوید جوانی و جوانی و جوانی رقیدم و در سینه بود جای دوشنبه کو شهر و این دلبری همتای دوشنبه از شعله تاج سری اسماعیل سامان چون روز درخشان همه شبهای دوشنبه. من یک دادر دارم پسر یکم نامش بختیار. همین بچه هم به ناموس که چی فرمانی گفتیم اجرا میکنم. حتی معرکه میشه در خانه من مثلا 200-300 آدم میبیاد خودش رفته بازاری کرده خرید کرده میبیاد نمیگوید که همین پول دادم یا یکان کار. این علت و منت نیست. برای این وای بختیار دادری که من بچه اکام تربیه کردم این بختیاری که دادری که عزیزی من است که شاگردی من است که من افتخار دارم. برای این همه شما از آن تشکر شما پرواز بلند ایجادی تمنا دارم و شنوندگانی که اینجا موسیقی می‌نوازم برای ما برای جوانای عزیز تشکر. سال جوانا است. جوانا آینده ملت ما هستند و ما افتخار می‌کنیم که جوانا ما پیش می‌برند. یعنی ما نمی‌مانند که ما خواجه‌ایم و بختیار جان هم از بلندی‌های بلندی خوجی مرادبخش خوجی صفدوش خوجی جنکوش حضرت بزرگوار تربیه کنم. یک فرزند عزیزی ملت ما و هنرمند محبوبی کشور ما و همه فارسی زبان‌های جهان باشد. خوش آمدید. هزار تشکر. مبارک باشید. آباد باشه. تشکر زیاد مصادره شما. تشکر زیاد. آباد باشه. ارزنده هستن استاد. بازم یک خمسه دیگر دوستان عزیز. سلامت باشه.